بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس ما آغاز می‌یابد تحت رقم 6. شیخ می‌فرماید حفظه الله: فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد، یعنی اگر تو را پرسند اولین واجبی که بالای بنده است چیست؟ اولین واجب چیست؟ فقل تعلم توحید الله عز وجل. فقل ماذا؟ فقل تعلم توحید الله عز وجل، هذا هو اول واجب على العبد. یعنی پس در جواب چنین بگو: آموختن توحید الله عز و جل است. آموختن چی؟ توحید الله عز و جل. این اولین واجب بوده است بالای بندگان. باید یکم توحید آموزی. فهمیدید؟ والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى جبل إلى اليمن قال له. ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما است که گفت وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم. فهمت؟ هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم معاذ بن جبل را به یمن فرستانید، برایش چنین گفت. چی گفت؟ انک تقدم علی قوم اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. متفق عليه واللفظ للبخاري وهذا لفظ البخاري. یعنی هر آینه تو به نزد مردم از اهل کتاب میروی. به نزد کدام مردم میروی؟ به نزد مردمی که وایها از اهل کتابند. فهمیدی؟ مراد از اهل کتاب یهود و نصرانی ها هستند. فهمیدی؟ باید اولین آنچه که تو آنها را دعوت میکنی، یکم باید که دعوت به سوی توحید الله تعالی باشد. این حدیث متفق علیه است و این لفظ بخاری است. تحت سؤال یا که رقم 7 شیخ می فرماید: فاذا قیل لك ما معنى لا اله الا الله، اگر تو را پرسند معنای لا اله الا الله چیست؟ فقل معناها لا معبود بحق الا الله. پس در جواب چنین بگو: معنای آن چنین است، یگان معبود بر حق جز الله نیست. و دلیل قول الله تعالی، و دلیل سخن الله تعالی است، فرموده است: فاعلم انه لا اله الا الله. پس بدان که یگان معبود بر حق جز الله نیست. سوره محمد آیت 19. و قوله، و نیز سخن اوست، و نیز سخن اوست، یعنی سخن الله تعالی است. ذلك بأن الله هو الحق، این به سبب آن است که الله
او حق است. فهمیدید؟ این به سبب آن است که الله اوست حق. سوره حج آیه 62. خب اکنون خوانده میگذاریم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد فقل تعلم توحيد الله عز وجل. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وقال الشيخ حفظه الله: فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل معناها لا معبود بحق إلا الله. والدليل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله ذلك بأن الله هو الحق. نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.